салом. имрӯз 21 феврал аст ва амро бо шумо назаре меандозем ба хабаргузоришҳои тоҷикистону ҷаҳон. нахуст сархати матолиби барнома. куштор баъди намоз. мақомоти интизомӣ дар шаҳри Кулоб ду бародарро дар қатли як нафар гумонбар медонанд. наздикони муқаддас ба ишқи нокоми ӯ бовар надоранд ва мегӯянд бадрафтории устодони донишгоҳ ӯро то ба худкушӣ расонд. Девочка восточная, она... او شرقی است و عشقبازی خاص او نیست. тавре омада буд бояд ҳамин гуна бармегашт. дар акси ҳол наметавонад оила барпо кунад. Какие мальчики. ва дар орзуи баҳори нав сокинони деҳоти марзии хатлон бо умед тариқи ҳашар роҳҳои рафтуомад бо узбекистонро обод мекунанд. ҳамаи мардум хурсанданд ки мисол раҳи мо байни ӯзбекистону тоҷикистон масъала раҳ шуда шавад. онҳо хеле хурсанданд мардуми деҳот. дар шаҳри Кулоб ду бародар дар қатли як сокини 34-солаи ин минтақа муттаҳам мешаванд. шаби 19 феврал вақте Бахтиёр Раҷабов аз масҷиди маҳаллаи чармгарони поён берун шуд, бо корд ба ӯ ҳамла карданд. Раҷабов дар пайи 16 захми корд ба ҳалокат расид. мақомоти интизомӣ дар ин куштор хонандаи синфи даҳум Саид Умар ва бародараш Саид Азам Маҳмудови 22 соларо айбдор мекунанд. наздикони шахси қурбонӣ мегӯянд ангезаи ин куштор барояшон маълум нест. پدرم گذشتگیم پدرم سال 93 کشتگیم خیلی نچنگ لیسه همیش کشاری کلاب بود رجب و حلیم جان خیلی کدام масъулони додситонии шаҳри Кулоб бародаронро боздошт намуда нисбаташон парвандаи ҷиноӣ оғоз карданд. имрӯз дар иҷлосияи маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони тоҷикистон раиси нави палатаи ҳисоб қасам ёд кард. дар баробари ин вакилон дар маҷмӯъ ба 10 масъала ки марбут ба қонунҳо ва санадҳои мушаххас буд раъи мувофиқ доданд. ҳамкори мо Мирзонабии Холиқзод ки дар ин иҷлосия ширкат дошт мегӯяд танҳо қонуни марбут ба маориф буд ки миёни вакилон баҳсҳоеро барпо кард. امروز در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان 10 قانون و سندهای دیگر مورد بررسی قرار گرفتند که بجز قانون درباره معارف تاجیکستان دیگر از سندها بدون بحث دپوتات‌ها به تصویب رسیدند. در مورد قانون درباره معارف تاجیکستان که مسئله گذشتن به نظام نو تحصیل از جمله به نظام 12 ساله تحصیل در سال 2020 که از طرف دپوتات‌ها به بحث تند و روبرو شد گفته شد که آیا تاجیکستان امروز موافق این قانونی که حالا به تغییر علاوه ها نیاز دارد آماده هست که به این نظام نو وارد شود. وزیر معارف تاجیکستان نورالدین سیدزاد در رابطه به این اظهار داشت که هنوز تاجیکستان آماده نیست، زیرا مسئله تعمیر و ترمیم مکتب ها، مسئله مبلغ همچنان از مشکلاتی است که حتی به قبل او در سال 2030 امکان دارد که تاجیکستان به این نظام نوی تعلیم گذارد و مسئله خود مکتب هایی که باید با نظام نو درست کرده شود نیز از سوال های دیگر بود که وزیر معارف گفت بیش از 3000 مکتب میانه که حالا در تاجیکستان وجود دارد همگی 1700 مکتب آن تعمیر شده است و به نظام نو آماده است، ولی درباره اون مکتب های دیگر هنوز گفت امکان مالی جای ندارد. همچنین در حاشیه این اجلاسیه در رابطه به مسئله اون بحث دیگری که در صحیفه های اینترنتی در رابطه به دانش زبان روسی وزیر معارف جای داشته بود و از هر جانب بررسی و نظرها انجامیده بود، امروز وزیر معارف با این مسئله پاسخ داد و گفت که این یک عمل سازمان داده شده بود که به خاطر ریختن آبروی اعضای حکومت و در نهایت خود حکومت تاجیکستان است که چنین عملها مخصوص انجام داده میشن و او از مقامات انتظامی تاجیکستان خواهش نمود که به این مسئله مشغول شوند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. ده‌ها ساکن دهه در ناحیه رشت این شب و روز سرتشویشند. آنها در تردد خریداری تجهیزات برقی و اسباب‌های دیگری معیشی هستند. اکنون با کشیدن 5 کیلومتر ناقل‌های گوناگون حجم با گذشت سال‌های زیاد آنها امکان پیدا کردند که در منزل‌هایشان تلویزیون تماشا کنند. اما دهه پینگان از یگانه روستایی نیست که در این روزها با نیروی برق تامین شد. شادمانی یتیم گزارش می‌دهد. همون دوره اومدگی ما یک تخمین 25 سال شد و 24 سال شد. این ساکنی 70 ساله غرم از 3/1 حصه عمر خود را در بی‌برقی گذرانده است. با سبب دوری از مرکز 2 مرتبه در این دهه نیروگاه خرد خودساخت بنیاد شد، ولی سیل آن را برد. بی‌برقی زندگی به این هم مشکلی ساکنان را دوچند کرد. دهه پینگان که
در مسافه 40 کیلومتر دور از مرکز رشت جایگیر است. با کمک مالی سازمان امنیت همکاری در اروپا و حکومت نروژ با مبلغ 230,000 سومانی این دهه به خط دائمی جمهوری پیوست شد. پینگون یکی از دهه‌های دوردست بود که مردم از ببرقی تنقیسی می‌کشیدند. غیر از این در این دهه یک وقت نیروگاه خرد ساخته شد که آب آن را برد. پل دهه هم با سبب‌های سیل زیاد تخریب شده بود. برای همین ما با شریکانمان تصمیم گرفتیم لایحه را کمی تغییر داده به جای ساختن نیروگاه آبی خرد این دهه را به خط یگانه برق پیوست نماییم. دهه پرواق یکی از دیگر دهه‌هایی است که با سبب دوری از مرکز ناحیه مشکلی به برقی داشت. این نیروگاه 60 کیلووات با مبلغ $60,000 دوباره از نو سازی شده است که هنگام صدمه یا خاموش شدن برق دهه را با روشنایی تامین می‌کند. تا به همین روز این هفته 3-4 زمستون شد 88 اوله و ما از برق تامین کرده شدیم که نه کم از 5 لامپچکا استفاده می‌کنند. تجهیزات‌های برقی را از 1 کیلووات 1.5 کیلووات زیاد شما اجازه نمی‌دیم. از روی آمار برق تاجیک حالا در تاجیکستان بیشتر از 700 چنین دهه‌هایی است که تا به حال برق به آنجا نرسیده است. ولی مسئولان برق تاجیک میگویند نهاد آنها وظیفه‌دار نیست کشیدن خط برق را تا دهه تامین کند. شرکت تامین کننده برق شرکت ساختمانی تاجیکستان به گفته کارشناسان منطقه مساعد استحصال انرژی آبی است و در دهه‌های دوردست به برق در رودخانه‌ها نیروگاه خرد برقی ساخته می شود. برای ساختن چنین منبع انرژی مبلغ زیاد صرف می شود. مبلغی که دائم نمی رسد. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، رشت آزادی. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در اوکراین تا به حال جسد دختری 18 ساله ترکمن رو که خود را به دریا پرتافته بود پیدا نکرده. دادستانی کیف از روی دلیل به خودکشی رسانیدن پرونده جنایی باز نموده است. در این قضیه رهبریت دانشگاه ملی طبی متهم می‌شوند. اگر گناه کارمندان دانشگاه تصدیق گردد به آنها تا 3 سال زندان تهدید می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش مومین احمدی. دهان نجات بخش در کیف به جستجوی جسد بنشان شده مقدس ناصرعلی و دانشجوی 18 ساله از ترکمنستان ادامه می‌دهند. طبق فرضیه پیشکی این جوان دختر بنابر مشکلاتش در دانشگاه خود را از بالای پل به دریا انداخت. در دادستانی تصدیق کردند که مقدس ناصرعلی و 30 ینور بعد برآمدن از دانشگاه به مترو سوار شده است و این را کامراهای نظارتی ثبت کردند. بعد این او خود را به دریای دنیپر پرتافته است. ما تمام چقوری ها را از نظر گذرانیدیم ولی متاسفانه چیزی را پیدا نکردیم. دیروز در نزدیکی جای فاجعه از دریا بارخلطه مقدس را پیدا نمودند. خانواده او باور دارند که دختر را در دانشگاه که آنجا در فاکولته دندان پزشکی تحصیل میکرد به خودکشی رساندند. مهلت ویزای مقدس به آخر رسیده بود و او غیر قانونی در کشور قرار داشت. اما با این همه این دانشجو در درس‌ها شرکت کرده امتحان‌هایش را می‌سپارید. ماجرا در دانشگاه در پی مراجعت این جوان دختر به صدارت آغاز شد که می‌خواست برای تمدید ویزای دانشجویی‌اش زیر سند ضروری امضا گذارند. او از اتاق با چشمان گریه آلود و با ورق عریضه پاره شده بیرون آمد. معاون دکان حتی عریضه را نخوانده گفته است که چیزی را امضا نخواهد کرد. پیوندان مقدس از ترکمنستان به کیف آمدند ولی نمیخواهند با روزنامه‌نگاران ملاقات کنند. معاون دکان دانشگاه تاتیانا تیمخینا نیز از صحبت در این موضوع خودداری نمود. روز دوشنبه تیمخینا را از وظیفه برکنار کردند. در دانشگاه گفتند که به تفتیش داخلی آغاز نمودند. با این دانشجو آخرین بار 30 ینور صحبت کردند. بعد از ظهر او به دکان مراجعت کرد و معاون دکان برایش گفت که او را نه برای تحصیل و نسپردن پول خواندن بلکه به خاطر نقص مقررات بود و باش از دانشگاه اخراج کردند. وکیل مدافع ناصرعلی وفا میگوید والدین درباره مشکلات ویزای مقدس خبر داشتند. آنها با او حتی توصیه دادند که برای مدت به ترکمنستان برگردد و دوباره ویزا گرفته تحصیلش را ادامه دهد.
در دادستانی کیف نقش دانشگاه در خودکشی مقدس را تفتیش دارند. تاکنون 5 کارمند دانشگاه بازپرسی شدند. در چارچوب تفتیش توسودی همچنین نزدیکان و دوستان مقدس نیز بازپرسی میشوند تا اینکه درباره او و حیات شخصیش معلومات بیشتر به دست آید. ما وجود مشکلات شخصی او را نیز صرف نظر نمی‌کنیم. ولی پیوندان مقدس فرضیت درباره عشق ناکام را رد می‌کنند. یگان قصه عشقی نبود. جوان دختر برای تحصیل آمد. او شرقی است و عشقبازی خاصی او نیست. طور آمده بود باید همین گونه برمیگشت. در عکس حال نمیتواند عائله برپا کند. برنامه را ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. ساکنان دهاتی مرزی ولایت ختلان راههای رفت آمد با ازبکستان را آباد میکنند. انتظار میرود که با زودترین فرصت حرکت قطار در مسیر اموزنگ ختلان راه اندازی شود و مسافربرهای سمت تاجیکستان و ازبکستان به کار شروع کنند. مردم جنوب تاجیکستان نیز باور دارند که با اثر گرفته شدن روای آزاد میان دو کشور زندگی و تجارت آنها به مراتب آسان میگردد. تایری سفر را میشنوه. به این ایستگاه تقریباً 10 سال باز هیچ قطاری از ازبکستان نآمده است. ایستگاه خوشادی در ناحیه شهر توس. حالا ایستگاه را برای پیشواز قطار دیر انتظار مسافربر از کشور همسایه آماده می کنند. کارگران هم از آمدن خبرنگار خوشحالند. ایستگاه خوشادی یکی از ایستگاه‌های راه آهن اموزنگ ختلان است. یکی از شاهرگ‌های ترانزیتی برای جنوب تاجیکستان که بیشتر از 3 میلیون اهالی دارد. سال 2010 در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان این شاهرگ را بریدند و ختلان از راه ارزان و آسانی تامین مواد غذایی و محصولات محروم شد. اقتصادش صدها میلیون دلار ضرر دید و بندی خیش و تباری ساکنان ازبک تباری ختلان هم تقریبا کند. ما این طرف قطع رفتن نمیتونست، فقط رفت همین دوشنبه چه ریگر همین قطع میرفتیم دینا قطع عذاب بود، رفتن آمدن بیاد قیم بود، نمیتونستم وقت رفتن آمدن خبر گرفتن خیشتوارا اونا توی تماشا رفتن اونا آمدن نمیتونست، ازبکستان نمیموند رفتن آمدن. خالده موات و شهروند ازبکستان یکی از آنها است که در شهر توس ازدواج کرده است. یاد می‌آورد که برای دیدار مادر پیرش چقدر در راه عذاب می‌کشید. از سال 1992 در اینجا زندگی می‌کنم. خویش و تبرهایم در ازبکستان هستند. عذاب می‌کشیدم. با قریبی رفته آمدم. راه‌ها خوب شدند، معامله‌ها خوبند از هر دو طرف. مادری 80 ساله دارم. مادرم را یاد میکنم. خویش و تبار دارم. خدا خواهد راه گشوده شود به دیدارشان میرسم. خرسند میشوند. این همان راه اموزنگ ختلان است که قطارهای بارکش برای تعمیر و تجدید بعضی از قسمت‌های آن محصولات ساختمانی میکشند. مقامات تاجیکستان میگویند باز شدن راه بر رشد اقتصادی ولایت ختلان و مناطق هممرز ازبکستان مساعدت میکند. من اگر گویم که 100% ما موافقه رسیدیم و سروشنامه رو گذاری کردیم. این به فایده هر دو کشور است برادر. باز کردن راه اموزنگ ختلان یکی از علامت‌های دیگری گرمتر شدن رابطه‌های بین تاجیکستان و ازبکستان است که بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیوف در سال 2016 شروع شد. حرکت در راه اموزنگ ختلان هم ظاهراً با سفر او به تاجیکستان در ماه مارس شروع می شود. ضمناً مردم تاجیکستان و ازبکستان تا زمان فروپوشی اتحادیه شوروی پهلوی یکدیگر کار و زندگی میکردند و عائله‌های مشترک بنیاد مینمودند. حالا در هر دو دولت خانواده‌هایی که ریشه‌شان از هر دو طرف مرز آب میخورد خیلی زیادند. با امید پاینده بودن دوستی میان همسایه کشورها برنامه امروز را انجام میدهیم. فردا شما را در همین وقت منتظریم و تا برنامه فردا خدا نگهبان هر یک شما باشد.